آیین‌نامه استاندارد 2800 بند 171ب میگه در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن AJ مساوی با 1 بیشتر از 20% متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد، در این موارد نامنظمی زیاد توصیف می شود. میدونی که نامنظمی میتونه زیاد یا شدید باشه از نوع پیچشی. پس مطابق این تصویر که ملاحظه میکنی، اگر دلتای ماکسیموم تغییر مکان حداکثر به دلتای اوریج یعنی تغییر مکان متوسط از 1.2 بیشتر بود، نامنظمی زیاده. اگر از 1.4 بیشتر داشتیم، نامنظمیمون از نوع نامنظمی شدید پیچشی هست. نتیجتاً اگر دلتای ماکسیموم تقسیم بر دلتای اوریج از 1.2 کوچکتر بود، چه اتفاقی میفته؟ نامنظمی پیچشی کلاً نداریم. اما تا اینجا هستم دوباره بگم که اگر نامنظمی پیچشی داشتیم چه اتفاقاتی برای سازمون میفته، چه عواقبی دارم من. یکی از اون عواقب چی هست؟ این که اگر نامنظمی شدید پیچشی داشتم، ضریب رو یعنی ضریب نامعینی رو باید 1.2 در نظر بگیرم، یعنی ضرایب زلزله 20% افزایش پیدا میکنه. پس حواسم باشه بررسی ها رو درست انجام بدم. اگر نامنظمی شدید پیچشی داشتم، این ضریب رو برابر 1.2 اعمال کنم. بریم سراغ بند 3373. این چی میگه این بنده؟ این میگه در ساختمونی که ما نامنظمی پیچشی داریم، چه از نوع زیاد چه از نوع شدید، برون مرکزی اتفاقی که ما اونجا 5% در نظر گرفتیم باید در ضریب بزرگنمایی AJ مطابق این رابطه ضرب بشه. این نکته مهمیه، من این رو در ادامه بهش اشاره میکنم. آیین‌نامه 2800 بند 354 در مورد اینکه محاسبه تغییر مکان نسبی طبقه چطور باشه توضیحاتی داره. میگه اگر نامنظمی زیاد و شدید پیچشی داشتیم، میبایستی که به جای اینکه تغییر مکانهای جانبی کفهای بالا و پایین رو در مراکز جرمشون بررسی کنی، میبایستی که در محورهای کناری ساختمون مد نظرشون قرار بدی. مطلب بعدی در خصوص اثر تعامده. یعنی چی؟ ما 100% نیروی زلزله رو در یک راستا و 30% در جهت عمود بر اون در نظر میگرفتیم. اما یکی از شرایط بسیار مهم برای در نظر گرفتنش چیه؟ ساختمون نامنظم باشه. پس اگر نامنظمی پیچشی داشته باشیم، مسلما سازمون نامنظمه و میبایستی حتما اثر سطحی در نظر گرفته بشه. نکته توجه داشته باش، در خیلی از ساختمونا ما انواع دیگه نامنظمی رو نداریم، اما نامنظمی پیچشی زیاد و شدید و مخصوصا زیادش ممکنه خیلی اتفاق بیفته. بنابراین دور از انتظار نیست که نامنظمی وجود داشته باشه. اما اگر ساز منظم بود، میتونی با در نظر گرفتن یه سری شرایط که آیین‌نامه میگه اثر سطحی رو در نظر نگیری و فقط 100% زلزله در یک جهت رو مد نظر قرار بدی. 30% در جهت عمود میتونه خیلی اثرگذار باشه و میتونه سازت رو خیلی بهینه تر کنه. بریم به سراغ بند 173ب. چی میگه؟ توی این بند میگه که اگر ساختمون نامنظمی شدید پیچشی داشت، در مناطق با خطر نسبی متوسط، زیاد و خیلی زیاد، فقط بر روی زمین‌های نوع 1، 2 و 3 مجاز به ساخت ساختمون هستی. در زمین نوع 4 زمانی که نامنظمی شدید پیچشی داشتی، در منطقه با خطر نسبی متوسط، زیاد و خیلی زیاد بودی، مجاز نیستی. این خیلی مهمه. بند دیگه در مورد ارتفاع مجاز در سیستم قاب ساختمانی با دیوار بایشی بتون آرمه ویژه با مهاربندهای واگرای ویژه یا با مهاربند همگرای ویژه است که اگر نامنظمی نداشته باشی از نوع پیچشی میتونی از 50 به 75 متر افزایش بدی، اما اگر نامنظمی داشته باشی نمیتونی. دیگه چی؟ یه بند خیلی مهم، بند 322 از استاندارد 2800 میگه اگر ساختمون منظم بود میتونی تحلیل استاتیکی استفاده کنی. در چه مواقعی؟ ساختمونت کمتر از 50 متر از تراز پایه ارتفاع داشته باشه. اگر ساختمونت نامنظم هم بود و ارتفاعت کمتر از 50 متر بود، در صورتی که نامنظمی زیاد شدید پیچشی نداشته باشی میتونی تحلیل استاتیکی در نظر بگیری. البته مسلماً شرایط بعدیش هم هست، این نامنظمی جرمی نرم و طبقه خیلی نرم هم
تو ارتفاع ساختمون نداشته باشید که معمولا چون پیش نمیاد بیشتر بررسی مربوط به نامنظمی زیاد و شدید پیچشیه که اگر نامنظمی زیاد نداشت اصلا میتونی از تحلیل دینامیکی استفاده نکنی، فقط از تحلیل استاتیکی مدل استفاده کنی که ساختمانت میتونه خیلی بهینه‌تر طراحی بشه. دیگه چی؟ دیگه بحث مربوط به همپایگیه که قبلا بهت گفتم، دیگه خیلی راجع بهش صحبت کردم. داری به 85% و 90% و یک رو میتونی اعمال کنی که مطابق این بند آیین‌نامه کاملا ملاحظه میکنی که اگر نامنظمی خاصی نداشته باشی، یعنی نامنظمی نداشته باشی، در 85% ضرب میکنی. اگر پیچشی شدید داشته باشی میبایستی در 1 ضربش کنی و اگر این ستا یعنی خیلی ضعیف و خیلی نرم و پیچشی شدید نباشه ولی نامنظمی داشته باشی در 90% ضرب میکنی. قبل از اینکه برم به نرم افزار ایتابس و طریقه کنترل کردن نامنظمی پیچشی رو بگم، به این شکل دقت کن. نگاه کن، مرکز جرم میتونه با مرکز سختیت فاصله داشته باشه. این فاصله موجب پیچش ساختمونت میشه. من قبلا کامل راجع به این بحث مربوط به نامنظمی پیچشی توضیح دادم. این شکل رو مد نظر قرار بده تا یک دیدی داشته باشی که راجع به چی داریم صحبت میکنیم. داریم راجع به نامنظمی پیچشی صحبت میکنیم. اینکه ساختمون میتونه دچار پیچش بشه و این خطرناکه و این میتونه به دلیل اینکه ساختمون رو غیر قابل درک کنه، یعنی دقت ما رو توی بررسی سازه کم کنه، میتونه دردسر آفرین باشه. یعنی سازه میره به سمت اینکه غیر قابل پیش بینی بشه. چرا؟ چون سازه پیچش میکنه. توی این پیچش خیلی اتفاقا میتونه بیفته و ما توی آیین‌نامه برای اینکه ساده سازی کنیم میایم چیکار میکنیم؟ یه سری عواقب، یه سری سختگیری هایی برای همچین سازه انجام میدیم که اگر سازه رفت پیچش کرد، با توجه به اینکه دست بالاتر داره طراحی میشه بتونه اثرات پیچش رو کنترل کنه. نگاه کن، الان سازه داره میپیچه، پس حواست باشه که این پیچش میتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. بریم به نرم افزار ایتاب.